وقتی نیست در همین خونه که اقلال همین اون وقتی میای همین خیلی انجام رو پری آو کنه بابی چه مردی؟ من زنم تیوخی این زنه تو پگزانه تو فرق تو خوی مرا زن بتون تا نی چی با مردان نیستن نه تو بشوخی گفتازی او دلت اخدت پرای ساعت فویس معلم مام خورسند اخمم بزار شدو من همین کارباری خونه این اگر تو آخی زنگیری تیار باشیم جان گفته زن میتون تا اما تیارو اکو برای چی اکجا فهمیده که این تیوری اما کلاش نموشه من تر کلان نگفتم چی گفتی کلان شاو نگفتم به عقل شاو گفتم او با کلان کشیدی با عقل نشی آخه به سواد چی؟ آخه همش خوشده ده هوا شد من آدم که کلان شید ها هم با عقل میشوه هم با سواد میشوه بیا یا میسنجی یک میسنجی مالا بسان شد انا سوالی ما همیه که زفر جان ها یک سوال میتونم تکی معلم خودم ده در صنفی یکمیم داده بود کویا که همون سوال جواب تیا گویا که میدونی لبای بابی یکی میدونی بله یک کیلو آهن وزبینه یا که یک کیلو پخته یک کیلو آهن بوی سی ثانیه وقت برای فکر یک کیلو آهن وزبینه یا که یک کیلو پخته او یک کیلو آهن بس تمام سی ثانیه تمام شد رحمت سوال دویم رو گوش کنید سوال دویم رو نه سوال دویم همیه کی بچم مثال تاکسی یوان دوشنبه خواهد تاکسی یوان دوشنبه ایوان تا دوشنبه رفتن شه یک ساعت میروه با همون تاکسی دیگهش نه همون تاکسی ای دوشنبه تا یوان آمدن شه 60 دقیقه ده میگذره 30 ثانیه وقت ورمیا پشلا اوس نیشه اوس نیشه بریم در آمریکا ولی که وقت داری فکر کن آه تمام 30 ثانیه تمام شد تمام بچه نه یکم سوال وقتش یافتی نه دویم سوال با چی میگی ها با چی خیلی دیکزت کنم تا که ای بچه بابی زن میگیرم گوش کن یک سوال دیگه میتونم خیلی نه لینا آخران سوالا به تکو چی اخیران سوال اگر درست جواب دادی جنیس на здоровье я готов помогу не дай бог неправильно ответишь прощай женитьба по рукам حجنشا تیار شو زنک زن نیم دختر زنک همین زن چند تا چشم داره 4 تا هی از فرجون حالا تو 30 ثانیه وقت داری خوش رو فکر کن زنک چند تا چشم داره 4 تا فکرات تغییر نمیتی نه 4 تا زنک گوش کن 4 چشم جواب دادن تونستی زن نمیتون تو گفتگیم ای بچه زنک چند تا چشم داره او گفتم 4 تا تو با همین شکلی روی زنک روی خمون فرق نداره همین نمیتونی چند چشم میبینی 2 تا دو تا انو خوشون نگاه که همون زنک هم 2 چشم داره کی همون زنک 2 چشم داره تمام نه 4 چشم داره
دوتا داره؟ او دو چشمی که دروش میبینی کو ها او برای این همی خمیر نگاه کرده رسیدگی باشه خمیر رسیدگی باشه برده دیدن نام میپزه من همه لباسای چرکین میبینه که ناشوشته میگیره میشوه خب میبینه که حوالی ها غشت نگاه میکنه جارو داوج میره جارو رو میگیره حوالی ها رو میروه تازه میکنه آیا همون چشمی که دروش میبینی برای این همی کار باری خونه با اون دو چشمی تو میگفتگی چیه؟ او دو چشم میگفتگی من ها اون دو چشمی میگفتگی تو برای چیه؟ وقتایی که میریم پناهی وقتایی که میریم پناهی یک کاری مخفی میکنیم ای همه با جو میشیم که یگان کس ما رو نبینه میم خانمون زنک همش نقل میکنه کو انو دو چشم میگفتگی برای او کارا رو دیدن بو